قاعده 143 معنای حساب را بفهمیم. حساب در لغات به معنای شمردن است و در اصطلاح چی است؟ اعمال انسان است که توسط اسناد و شواهد محاسبه میشه. اعمال انسان با اسناد و شواهدی که بالای شما تیر میشه، بالای هر انسان تیر میشه، ما و شما، دفتر اعمال یک شاهد است، ملائکه دیگه شاهد، اعضای بدن دیگه شاهد، الله دیگر شاهد، تمام از اینا شاهد هستند به اینمی اعمالی که انسان میکنه و توسط از این محاسبه میشه. الله برش میگه که او بنده اینی کار نکردی، ملائکه میگه ما شاهد بودم نشته کردیم، دفاتر کشیده میشه و خود اعضای بدن انسان هم شهادت میده. الله میگه و ندع الموازین القسط، ما میگذاریم ترازوهای میزانه که برای عدالت است. الله میفهمه، لکن به خاطر ازی که اونم عدالت الهی که باز کسی نگویه که والا من در دوزخ رفتم، مثلا ناقی به دوزخ رفتیم، متوجه هستیم، و فلانی به جنت رفته ناقی. این حال وقتی که موازین قسط گذاشته شد و ندع الموازین القسط، الله میگه ما ترازوی میزانه که عادلانه هست ایره لیوم القیامه، به روز قیامت میگذاریم. فلا تظلم نفس شیئا، هیچ کسی هیچ چیز ظلم نمیشه. و این کان مثقال حبه من خردل، یعنی به اندازه یک سر سوزن هم اگر شما نیکی کرده باشین این هم محاسبه میشه. و این کان مثقال حبه من خردل اتینا بها، اگر یک عملتان به اندازه یک نوک سوزن باشه، هزارم حصه یک دانه سپند باشه، الله میگه چی است؟ اتینا بها، ما اونمو را حاضر میکنیم، اونمو عمل کوچکتونه. و کفا بنا حاسبین، کافیست که ما حساب کننده هستیم. یعنی الله سبحانه و تعالی ترازوی میزان میمانه. یومئذ، این آیت شریف آیت چندم بود؟ این آیت 47 سوره انبیاء هست. و در آیت دیگه الله سبحانه و تعالی میگه در سوره حاقه آیت 18 یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیه، هیچ چیز از شما پنهان نمیمانه.